سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه به کانال خودتون، یعنی گولد گیم. بچه‌ها امروز اومدیم باز با مشکلات همیشگی ما توی کالاف. همیشه ما کی توی ایران آزاد بودیم این دومین بارش باشه. اومدیم امروز با مشکل تایموت. مثل همیشه ممنون میشم لایک، سابسکرایب، یه کامنت انگلیسی اگه بود بهتره، نبودم که دیگه دمتون گرم. امروز اومدیم بهتون یه حرکتی بزنم، یه برنامه معرفی کنم یا تایموت نخور. بچه‌ها الان من چند وقت دارم از این برنامه استفاده میکنم و الان خیلی وقت دیگه تایموت نخوردم. به بچه‌های کلن هم گفتم، اونا هم نصب کردن، میگم ما هم دیگه تایموت نخوردیم. اصلا ایرانسل که اصلا این چند وقتی قطعه برای من، نمیدونم برای شما هم قطعه یا نه. اگه قطعه برای شما هم توی کامنت برام بنویسید. هر شب برای من ساعت 12 و ایرانسل من قطع میشه. اصلا همراه اول باز خوب، ولی خب پینگ هم بالا. اینقدر پینگ میره بالا اصلا یه گیر میکنه، بازی پرتت میکنه بیرون. ولی با این برنامه دیگه این مشکل باز داره، نمیگم مثلا این مشکل نه، باز داره ولی خیلی کمتر میشه. برنامه رو چند دقیقه جلوتر براتون ویدیوشو میذارم چجوری نصب کنید، از کجا دانلود کنید. این برنامه خیلی خوبه. دیدم خیلی اکثر یوتیوبرها هم گذاشتن، ولی گفتم خب منم بذارم. این برنامه واقعا برنامه خوبیه. برنامهش قبلا یه خوبی داشت که الان مشکل بیاد. قبلا تبلیغات نمیداشت ولی الان باید تبلیغات هم ببینی، ولی یه بار کنه تبلیغات رو ببینی دیگه تمومه. من هم با ایرانسل بهش وصل شدم، هم همراه اول. رایتل رو نمیدونم بهش وصل میشه یا نه، ولی واقعا برنامه خوبیه. من میگم که این تبلیغاتشه یه دونه تنها مشکلش تبلیغات و همیشه هم وصل شده. سرورهای مختلف داره. اگه دونه سرور ببینید شبیه وی پی ان عمل میکنه، ولی چی نمیتونیم باش توی یوتیوب و اینستا اونجا جا بچرخید. یه حالتیه که شما رو به سرورهای خارجی وصل میکنه، ولی خب فقط به سرورهای خارجی وصل. یعنی چت جهانی رو دارید، اینا رو دارید، چت جهانی رو دارید، ولی خب نمیتونید اون علامت تحت فیلتر شکن اون بالا براتون میاد، ولی نمیتونید به اینستا یوتیوب و اینا مثلا برید، باز نمیکنه. و یه چیزی اصلا مهمتره، پینگتون بالا نمیره. مثلا شما باید با وی پی ان برید داخل، میبینید که اصلا پینگتون میره بالا. پینگتون اصلا پایین صد نمیاد، ولی خب این نمیره، پینگتون بالا و سرورهای خارجی بس. اینم از خوبیاش گفتیم، میخورم از بدیاش بگیم. این تنها مشکلش اینه که شما به سرورهای خارجی وصل میشید، شما مثلا پینگتون 50 60 70 این دور و براه، ولی چون دارین با سرورهای خارجی بازی میکنین اونا پینگشون مثلا 10 20. آره این دور و براه، چون ما همیشه تو ایران از هر نظر تحریم و محدودی، همیشه همین بوده. یه خورده جلوتر میریم برای آموزش. Let's go. بچه من نمیدونم توی بازار یا گوگل پلی هست، ولی احتمالاً باشه. من از مارکت دانلود کردم. میرین توی مارکت، اون بالا سرچ میزنید گیم بوستر سرچ میکنید اینو. بعد از اینکه اومد بالا، یک ثانیه صبر کنید، اومد بالا نگاه کنید، دقیقاً اون برنامه آبیه. اینا که میزنید دانلود میزنید دیگه. وای میسیم دانلود بشه، صبر میکنیم. منو اینجا بیکاری گرفته بود، رفتم سری دانلود میشه، زیادم نیست، کلا 19 مگابایت. بعد من داشتم عکس‌ها رو نگاه میکردم از خودم اینجوری. بچه‌ها بعد از اینکه نصب کردید اجراش میکنید، برنامه رو باز میکنید، اون بالا میزنید، رد میشه اینجا. اینا داره آموزش میده، داره یاد میده بهتون. یه خورده وای میست تا بالا بیاد. اینجا هم لود نشده، اینجا لود میشه. من هم کلا ماینکرافت دارم با کال آف دیوتی، که ماینکرافت که اصلا احتیاج نه، کال آف دیوتی با اینترنت.
نگاه کن اینجا سروراشو میزنه دقیقاً. اونو روی آبی که بزنید سروراش میاد بالا. شما روی اولی بزنید. اولی که اومد رو اولی میزنید اینجا میاد. اینجا نگاه کنید پایین گزینه تبلیغات رو بزنید. روی گزینه تبلیغات که بزنید یه تبلیغات باید مثلا چند ثانیه پلی میشه براتون پخش میشه. بعد زبده رو بالا رو میزنید. همیشه یه دونه تبلیغات میاد ولی بعد شانسی من دو تا تبلیغات میاد. اینجا واسه ببینم چی میگه. واقعا به بازی کنم اینجا یهو بعد خندم و بازی. چند تا اینا رو زدم. بعد بال زبده رو بال زبده رو که بزنید دیگه تبلیغات تموم. بس شانس بعد من مثل دو تا تبلیغات نشونده. دوباره نه اون چیه نکنه دوباره تبلیغات زدم روش دیدم 4 3 2 اینا رو اومد تموم شد. خدا رو شکر دیگه تبلیغات نبود. وای میسیم یه چند ثانیه. آره تموم شد. نگاه کن اینجا علامت وی پی ان میاد. انگار داریم بی وی پی ان بس میشیم ولی خب وی پی ان نیست. وای میسین میره 99 این دورش یه آبی پر میشه. بعد یه چند ثانیه نگاه کن الان بالا صفحه من نگاه کنین علامت فیلتر شکن اومد. علامت وی پی ان اومد. آره حتی چیزم نمیتونیم بگیم اون وی پی ان باید بگیم. بالا علامت وی پی ان الان میبینید اونجا. بچه‌ها ناموسن دی ان اس نزنید. سرورها به اندازه کافی ریدن. ناموسن دی ان اس نزنید. دی ان اس دیگه خیلی گنده اوضاعش. مثلا اینجا هم دیگه بعدشون رو بزنید دیگه وارد بازی میشه. وارد بازی هم که شد حتما قبلش لاگین کنیم به بازیتون بعد بیاین با این برنامه بریم. اول اکانتتون رو بزنید وارد اکانت شین بیاین بیرون با این برنامه. البته همیشه تو اکانتتون هستید دیگه. اینم که دیگه یه دونه گیم پلی دیگه ادامش. من همه این ویدیوهایی که میبینید میگیرم همه با گیم بوستر روشنه. نه خیلی از من میپرسن آقا گیم بوستر مثل چیز نیست مثلا گیم بوستر شبیه دی ان اس اصلا ربطی به دی ان اس نداره. نه پینگ بقیه رو میبره بالا نه پینگ یاراتون رو میبره بالا نه پینگ بقیه رو میبره بالا. بچه حالا اینجا رو نگاه بکنید. اصلا انگار این اکتیویژن سلام مادرت برسون فقط نگاه کنین انگار مثلا فوتبال شاولینه. اصلا یه چیزای ماور اصلا این چه جوری داره مثلا موشکه به من میخوره کار ندارم اصلا این هیچ. اینجا رو نگاه کنین. آرمور 200 رو میزنم پر میکنم خیلی ریلکس میگم این کسکی چت از بینم نمیره از بین نمیره. من میرم این پشت این چیز میمونه این پشت این جعبه میمونه. نگاه چطوری داره میخوره به من. چطوری داره میخوره به من. بچه‌ها بعد واقعا این ویدیو رو مرام معرفتی لایک کنید کامنت بذارید سابسکرایب کنید. میخوام ببینم این ویدیو چقدر ویو میخوره. دمتون گرم مرام معرفت به خرج میدید. این تیکرم نگاه کن میگم بیا پایین 2 ساعت با چاپر داریم اون بالا میچرخی یارش زمین نمیاد پایین. میخواستم الا خودمون زوم کش کنم بگم آقا بیا ویم مالتو نمیخواد خودتو بکشی اینقدر بیا پایین. هر کاری کردم بیاد پایین نیومد. اینجا هم پرید پایین اومدم وایس باز کنم بگم آقا اینجوری اونجوری بیا فلان من میرم تو زون دیدم جمون شده داره تیر میزنه گفتم بادا بینم. بچه‌ها مرسی که ویدیو من نگاه کردید. عشق منید اش بگرید جای بعد زشت نرید. بوس بای.